سلام سلام. سلام سلام. ببخشید من سلام. نفهمیدم لایو هستیم. سلام. خوبی؟ سلام نجمه جان، مرسی، خیلی زوج خوش اومدی. مهربان دوست داشتنی. لطف داری، لطف دارین. ممنون. سلام بر شما، کوچ مهربانی دوست داشتنی. قربون شما. مرسی مرسی. مرسی در دعوت ما خدمتم. رو پذیرفتین نجمه جان. خواهش میکنم وظیفه بود. اختیار داری. لطف دارین. سلام به هر حال دنیس جان. امشب وقت به ما دادید که بتونیم یه قدری بیشتر راجع به این بیزینسی که حالا هم شما هم ما کلی تو صفحات اجتماعی راجع بهش صحبت میکنیم بتونیم صحبت بکنیم و به خصوص سوالاتی که حالا از ما هم میشه دوستان ما میپرسن و پاسخشو بتونیم از شما بگیریم. به صورت برای شروع سوالای سختی نباشه ایشالله. حالا به هر حال سوالای عامی هست که به هر حال شما حتما سر و کار داشتید. برای شروع رسمی کار من خواهش میکنم شما یه معرفی از خودتون داشته باشید تا بعد بریم سراغ ادامه کار. قربون شما. مرسی. نجمه هستم، از کلگری کانادا با شما صحبت میکنم و صاحب 2 فرزندم کوچولو و هنرمندم. همطور که میبینین تابلوم پشت سرمه. اینجا من توی دانشگاه کلگری آرت خوندم، بعد چندین سال مشاور مالی بودم چون از ایران اقتصاد خونده بودم و حدود 3 سال میشه که من بیزنس آنلاین خودم رو شروع کردم و الان به صورت فول تایم من این بیزنس رو دارم انجام میدم، به اضافه اینکه خب مامان هستم و خیلی بیزی و با بچه ها، ولی خب این بیزنس هم دارم مدیریت میکنم. بعد از 2 سال من دیگه تونستم از کار فول تایم هم که مشاور مالی بود کویت کنم و خدا رو شکر حالا با خیر و برکت هایی که این بیزنس داشت دیگه و الان فول تایم با این بیزنس حسابی مشغولم و دیگه همین در خدمت هستیم. حالا شما هم میخواین یه کوچولو برای من بگین برای کسایی که دارن از پیج من شما رو میبینن؟ منم ماندانا هستم. تحصیلاتم مهندسی شیمی هست. حوزه فعالیتم بازرگانی بود زمانی که ایران بودم. هم همراه با همسر و دخترم آلمان زندگی میکنیم. من خودم نقاشی نمی کنم اما تابلوی پشت سرم رو دخترم کشیده. نقاشا رو دوست دارم. منم حسین هستم، مهندس شیمی هستم. به هر صورت چند سالیه در آلمان زندگی میکنیم به همراه همسر و دخترم و الان کمتر از 1 ساله که تو این بیزینس در واقع مشغول کار هستیم. انتقاد من به شما اینه که چرا 3 سال قبل که شروع کردیم ما رو خبر نکردیم. شرمنده‌تون دیگه، ولی همین که شروع کردیم خیلی عالیه. به هر صورت ما همه جا شما رو میبینیم، حالا تو پیجای فیسبوک یا باقی شبکه‌های اجتماعی ماشاءالله خیلی فعال هستید. یه صحبت ساده اینه که شما با بچه‌های کوچیک چطور میتونین انقدر فعالیت تو شبکه‌های اجتماعی داشته باشین در حالی که ما با یه بچه بزرگ نمیتونیم؟ تایم منیجمنت میتونم بگم، مدیریت زمان هست. و اینکه خب ببین حالا اتفاقا خیلی سواله، خیلی ها میپرسن که مثلا شما همهش مثلا توی سوشال میدیا هستین و زندگی ندارین و اینا، ولی اینو در نظر نمیگیرن که ببین خیلی خیلی از کارهای ما به صورت اتومات انجام میشه. یعنی ممکنه که مثلا من ساعت 10 صبح پست داشته باشم ولی اون موقع من نیستم که اون پست رو دارم میذارم. من از قبل پستم رو اسکیجوال کردم، پست من اون موقع پست میشه و خب حالا کسی که داره پیج منو فالو میکنه یه پست از من میگیره و فکر میکنه که من خودم مثلا الان نشستم دارم پست میکنم، ولی قبلا مثلا از شب قبل، از 2 هفته قبل، از 1 ماه قبل مثلا پست من اسکیجوال شده و داره میره. یه موقعی هست که لایو هست که خب لایوها رو من معمولا زمانی انجام میدم که حالا یا بچه‌ها خوابیده باشن یا همسرم باشه که کنارشون باشه و روی بیزنس من دقیقاً از شب به بعد، یعنی از ساعت 7 شب 8 شب به بعد کار میکنم. اون موقع هم دقیقاً همون موقعی هست که بچه‌ها خوابیدن دیگه، میدونی. و خدا رو شکر همسرم هم خیلی کمک میکنه، یعنی وقتی که میاد خونه خب خیلی حواسش هست به بچه‌ها. البته من اصلاً در طول روز
بجز همین الان که مثلا با شما دارم صحبت میکنم هیچ وقت دیگه ای نمیذارم برای بیزنس، به خاطری که من از کارم کویت کردم که کنار بچه هم باشم. از کارم کویت نکردم که میدونی حالا بخوام کار بکنم زیاد یا چیز، و خب سعی میکنم که از لحظه هام بهترین استفاده رو بکنم، کنار بچه ها واقعا میدونی 100% کنارشون باشم، یعنی حضور داشته باشم. و خب پارک میریم، یه عالمه کار مختلف میکنیم. الان موقعی هست که پسر من خوابیده و دقیقا همین موقعی هست که من معمولا میتونم حالا یا لایو داشته باشم یا کوچینگ کال داشته باشم یا میتینگ داشته باشم، و مخصوصا با کسایی که اروپا زندگی میکنن، چون کاری که ما داریم انجام میدیم یه کار بین المللی هست و خب با همه جای دنیا ما داریم کار میکنیم و معمولا چون حالا من کانادا هستم این بهترین ساعتی هست که من میتونم با دوستانی که حالا توی اروپا دارن بیزنس رو انجام میدن با هم دیگه کار بکنیم، و یا اینکه کوچینگ کالایی که مثلا حالا توی موقع در واقع از اروپا هستن معمولا من این ساعت انجام میدم. اتفاقا قبل از اینم من یه کوچینگ کال داشتم، ولی یه خانمی بودم تو کانادا که خب خیلی شیفتای شب داشتن، نمیتونستن دیگه شب و اینا با هم دیگه صحبت کنیم. ولی میشه کاملا. ببین حالا خیلی سوال خوبی پرسیدی حسین جان، واقعا قابل انجام هست. یعنی شما خودت بیزنس داری، مطمئنم که خیلی بیزی هستی. من وقتی که این بیزنس رو شروع کردم فول تایم کار میکردم، دخترم 2 سالش بود میدونی، بعد باردار بودم و واقعا سخت بود. یعنی اصلا آسون نبود که مثلا حالا من بیام از ساعت 8 شب بعد از یه روز بیزی مثلا تازه بشینم ترینینگ ها ما انجام بدم با یه شکم گنده که چقدر آدم خسته است میدونی، وقتی که حامله است همینطوریش همش خسته است. بعد حالا شما بخوای یه چیز جدید هم یاد بگیری، واقعا خیلی سخت بود. ولی خب میدونی هدفم بزرگ بود دیگه، میدونی هدفم این بود که میخواستم واقعا این سیستم، این بیزنس برای من کار بکنه. میخواستم از اون بانک بیام بیرون، چون واقعا خیلی خیلی شرایط استرس زایی بود برام و اصلا نمیدیدم خودم رو که بخوام میدونی 30-40 سال با اون استرس بخوام زندگی بکنم، از همه زیبایی های زندگی خودم رو محروم کنم به خاطر 2 قرون پول. گفتم با خودم میدونی یه چند سال خیلی سخت کار میکنم، بالاخره میدونی شب زنده داری میکنم، حالا من که بلند میشم به بچه شیر میدم، حالا 2 تا هم کنارش کتاب گوش میدم میدونی، تا بتونم میدونی این شرایط برای خودم درست بکنم. اینه که هر کسی میگه وقت ندارم، ببین همه 24 ساعت بیشتر وقت ندارن دیگه. به انقدر ما کارای چیز میکنیم در طول روز، کارای میکنیم که واقعا هیچ ارزشی به ما اضافه نمیکنه، خب اونا رو آدم کم میکنه دیگه. مثلا من قبل از اینکه این بیزنس رو شروع کنم میومدم خونه نتفلیکس نگاه میکردم، یعنی مینشستم از ساعت 8 شب تا بعض وقتا حتی 12 شب همینطور پشت سر هم سریال نگاه میکردم. یعنی انقدرم تنبل بودم حتی بلند نمیشدم یه لیوان آب بخورم، دیهایدریتد میشدم که این مثلا قسمت بعدیشو نگاه کنم. خب من به عقب که برمیگردم میگم خدای من چقدر میدونی از وقتایی که من داشتم واقعا بد استفاده کرده بودم و خب دیگه میدونی این اتفاق افتاده بود. ولی دیگه خب از یه جایی به بعد به این نتیجه رسیدم که خب من اگه میخوام شرایط زندگیمو عوض کنم باید یه بیزنس داشته باشم. میدونی اصلا با کار 9 to 5 اصلا من نمیتونم به اون اهدافی که میخوام برسم. خلاصه تبریک میگم به شما، چون خانوما یه انرژی فوق‌العاده‌ای دارن، خیلی اوقات عضلات مردونه ندارن ولی از مردا بیشتر انرژی دارن تو خیلی، یعنی صبر و حوصله دارن و میتونن کارهای بزرگی انجام بدن و من باز به هر حال به همه خانوما تبریک میگم. مرسی حسین جان، شما لطف دارین. خواهش میکنم، این واقعا حقیقت. یه سوالی از شما داشتم، یعنی به صورت داستانوار میخوام تاریخچه این بیزینسی که ما در واقع داریم انجام میدیم از ابتدا تا الان شما میتونید مختصر برای ما توضیح بدین؟ ببین چجوری بگم؟ اوکی، ببین ما سیستمی که ما داریم کار میکنیم یه سیستم آنلاینه دیگه. خب و خب سیستم‌های آنلاین هم خیلی زیاد هستن همه جای الان دنیا، مخصوصا بعد از کووید خیلی زیاد شدن.
حالا تفاوتایی که این بیزنس داره و اصلا تاریخچه شکل‌گیری شما میتونم براتون یه توضیح مختصری بدم، ولی بهترین چیزش این هست که کسایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن و کنجکاون و علاقه دارن بیان وارد مرحله آزمایشی بشن، یعنی با حسین و ماندانا تماس بگیرن، اسم و ایمیلشون رو براشون بفرستن و همه اطلاعات رو از این زوج خیلی دوست داشتنی بگیرن. خب ولی حالا من توضیح میدم که این چطوری اصلا شروع شده. ببین وقتی که در حدود 7-8 سال پیش، یعنی 2017، 2 نفر کانادایی که خب واقعا یه سری افرادی هستن که سالیان سال تو فضای آنلاین کار کرده بودن، با این موقعیت در واقع درآمدزایی این کمپانیایی که ما الان داریم باشون کار میکنیم آشنا میشن. love them so much به خاطر اینکه زندگی من و هزاران نفر دیگر رو خیلی خیلی تغییر دادن. اینا میان با این سیستم آشنا میشن و میگن که خب واو، مثلا اگر که ما بیایم این رو با سوشال میدیا مارکتینگ در واقع تلفیق بکنیم، این میتونه یه گنج ایجاد کنه. و میان شروع میکنن یه سیستم ترینینگ سوشال میدیا مارکتینگ رو طراحی میکنن و در اختیار افراد قرار میدن. حالا کسی که میاد شروع میکنه میاد فرانچایز میشه، با اون کمپانیا در واقع فرانچایز میشه، از این طرف بیزنس آنلاین خودش رو داره که ما در واقع تمام ترینینگ رو در اختیارشون قرار میدیم. حالا این بیزنس شروع شده دیگه. روز اول اینا 2 نفر بودن، الان 160,000 نفر در سراسر دنیا هستن که این بیزنس رو دارن انجام میدن و ما با کمپانیایی که کار میکنیم بسیار عالی هستن. کمپانیایی هستن که سالیان سال داشتن فعالیت میکردن، بین المللی فعالیت میکردن و خب ولی همه آفلاین باشون کار میکردن. ما آنلاین باشون کار میکنیم، نه تبلیغ محصول میکنیم نه فروش محصول داریم. نمیگم که فروش محصول اتفاق نمیفته، چون اصلا بیزنس بدون فروش اصلا معنی نداره. خب یعنی هر کسی به شما گفت که شما بیا یه بیزنسی انجام بده که فروش لازم نداره، دروغه دیگه. خب یعنی شما بیزنسی هست که هر بیزنسی شما نیاز به یک در واقع ترانزکشن داری. یه حالا نمیدونم فارسیش میشه چی؟ نقل و انتقال مالی. آره نقل و انتقال مالی، دقیقاً. خب این فروش اتفاق میفته ولی همه چیز تو سیستم اتفاق میفته. حالا اینم میگم یه خورده سیستمش در حالی که خیلی خیلی ساده هست و خیلی هم ممکنه پیچیده به نظر برسه برای خیلی از افرادی که هیچ اطلاعی از سیستم در واقع کار کردن آنلاین ندارن. و خب خلاصه این بیزنس تونسته خیلی خیلی موفق باشه دیگه. میدونی الان 7-8 سال هست که ما داریم تو فضای آنلاین کار میکنیم، روز به روز بیشتر موفق هستیم و درآمدهایی که این بیزنس داره، پتانسیلی که این بیزنس داره واقعا اصلا جایی شما پیدا نمی‌کنید، مثال نزدنی هست. و ولی نمیدونم این درست جواب سوالتون رو دادم حسین جان یا میخواین بیشتر توضیح بدم؟ خب شما توضیح دادی، حالا من اینو در قالب صحبت‌های دیگه باز مطرح میکنم. ببینید یه سوالاتی میکنن دوستان، حالا به هر حال کسانی که میان تو ثبت نام میکنن، ایمیل میفرستن، به هر حال پیام میدن، یه تا ما می‌خوایم جواب از شما بگیریم. این سوالات دقیقاً در واقع از نوشتار من اونا گرفتم. مثلا همیشه میپرسن چه محصولاتی داری؟ خب آره، چه محصولاتی داری؟ به محصولاتی که ما داریم در زمینه سلامتی هست، در زمینه روابط عمومی هست و خب وقتی که شما وارد مرحله آزمایشی بشین با مجموعه این در واقع کمپانی‌ها آشنا میشین و میتونین تصمیم بگیرید. اوکی. آیا باید تو این سیستم ما آدم جذب کنیم؟ ببین شما توی هر بیزنسی نیاز به چی داری؟ نیاز به خرید و فروش داری، نیاز به مشتری داری. فرض کن یه نونوایی ساده رو ما در نظر میگیریم. خب من نونوایی باز کردم، اگر که نونوایی من مشتری نیاد بره، من از کجا قراره مثلا درآمد برای من ایجاد بشه؟ خب ببین شما نیاز به مشتری داری، ولی من نمیرم مثلا زنگ بزنم به مثلا من مشاور مالی که بودم، من نیاز به مشتری داشتم دیگه. خب من باید مورتگیج می‌نوشتم، اینوستمنت، گرچه بیزنس خودم نبود، کارمند بودم، ولی برای اینکه من بتونم تارگتامو میت بکنم یه لیست بلند بالا مدیرم به من میداد هفتگی، میگه آقا جان از این اول زنگ بزن تا آخر به اینا بگو که ما مورتگیجمون مثلا ریتش انقدر، بیاین سوئیچ کنین با ما بگیرید. خب من باید بهشون یکی یکی زنگ میزدم تا اونا بیان و با من کار بکنن. خب
ولی اینجا من اصلا لازم نیست که مثلا به کسی زنگ بزنم، به کسی پیام بدم، به کسی نمیدونم هی به دوستم بگم ای فلانی بیا مثلا این روژلا با از من بخر، مثلا اینقدر من این خاصیت داره. خب من اصلا قرار نیست این کارا رو انجام بدم، به خاطری که من اصلا تبلیغ محصول انجام نمیدم. میدونی تبلیغ مستقیم محصول من اصلا ندارم. تبلیغی که ما انجام میدیم توی سوشال میدیا هست، توی پلتفرم‌های مختلف هست، افراد مختلف هستن که میان منو پیدا میکنن. خب مثلا من گفتم قبل از این صحبت کوچینگ کال داشتم که کسی بود که میدونی وارد مرحله 30 روزه شده، اد من رو توی فیسبوک دیده بوده، اومده، من نه ایشون رو میشناسم نه هیچ اصلا تا حالا دیدمش، میدونی، ولی اون تمام میدونی بالاخره صحبت‌های منو شنیده دیده و اومده و وارد مرحله آزمایشی شده. اون وقت من باهاش صحبت کردم و مشتری من شده. میدونی یعنی شما لازم نیست که برای اینکه مشتری پیدا بکنی زنگ بزنی. مشتری هست که در واقع میاد ما رو پیدا میکنه. یه لحظه شما رفتین. بله ارتباط قطع شد، دوباره ارتباط رو اوکی. آره اینو داشتم میگفتم و خوبیش به همین هست. میدونی خیلی هم میگن نه خب شما دارید مشتری میگیری دیگه. خب بله دیگه، بیزنس مشتری میخواد. من اگر که مشتری نداشته باشم از درآمد که از آسمون که نمیاد که. دقیقاً. حالا به هر حال میتونیم مختصرتر، حالا این چیزا تو دوره آزمایشی من میدونم خیلی خوب توضیح داده میشه. حالا یه سوال خیلی مهم اینه که ایرانی‌ها خیلی شک دارن این بیزینس آیا هرمی نیست، آیا نیست؟ این خیلی سوال تکراری کچلمون کردن به خدا. از من میپرسن که ما مثلا حالا دوستمون، فامیلمون، همسرمون، خانوادهمون نمیدونم وارد یه سیستمایی شدن، کلی متضرر شدن، پول از دست دادن، نمیدونم اون نفرای پایین سود نمیبرن. خلاصه این تداعی کننده همون سیستمایی که یه زمانی حالا شاید ایران مرسوم بود و یه ذره نگرانن همه در این زمینه. هم یه توضیح بدیم ممنون میشم. ببین نگاه کن، واقعا میخوام به شما بگم که این سیستم هرمی که خب هست، هنوز هم هست، مطمئنم میدونی خیلی از کمپانی‌ها هستن که به صورت هرمی دارن کار میکنن و خب میدونی چند سال کار میکنن بعدش ورشکست میشن و از بین میرن و کاملا هم میدونیم خیلی طبیعی هست که شما ترس داشته باشی. من خودم تو ایران گولد کوست کار کرده بودم و واقعا انقدر ذهنیت بدی داشتم که روز اولی که من وارد این بیزنس شدم مرحله آزمایشی فکر کردم که دقیقاً همین اسکم هرمی هست، پولمو کامل پس گرفتم. ولی بعد رفتم تحقیق کردم. چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که من متاسفم برای کسایی که یه تجربه اینطوری داشتن، ولی تجربه ها باعث میشه که آدم چی بشه؟ هوشیارتر بشه، بهتر عمل بکنه، دفعه بعد با تحقیقات بیشتر در واقع یه کاری رو انجام بده. و شما اگر که یه تجربه بد داری، مثلا من اگر که حالا یه مثال چیز میزنم، مثلا اگر که من فرض کن که ازدواج کردم، خب همسر قبلی مثلا چه میدونم کلی آزارهای مثلا در واقع فیزیکی به من وارد میکرده، خب پس من دیگه بیام بگم نه دیگه همه مردا بدن فلان اینا، من دیگه شوهر نمیکنم. خب دیگه میدونی پس من دیگه یا شوهر نکنم، همینطوری بشینم خب تا آخر عمرم مثلا تک و تنها، یا اینکه نه برم یه پارتنر خوب پیدا کنم، یه آدم قابل اعتماد، یه مدتی دیتش کنم، خانواده‌اش رو ببینم، بعد میدونیم چیز کنم، بعد میدونی وارد یه رابطه سالم بشم. این هم دقیقا همینه. ببین شما اگر که یه تجربه بد داشتی، این دلیل نمیشه که شما فکر کنی همه چی هرمی هست. ببین اون بانکی که من داشتم کار میکردم سیستم هرمی داره. خب سیستمی که من اگر که هر چقدر تلاش میکردم هیچ وقت از رئیسم بیشتر درآمد نداشتم. اینجا حسین و ماندانا اگر که در واقع درآمد بیشتری میتونن هر ماه درآمد بیشتری از من داشته باشن که من کوچشون هستم، به خاطر که این همش به در واقع پشت کار و فروش خودشون بستگی داره، نه به من، نه به اینکه حالا من کوچشونم دیگه اینا دیگه مثلا دیگه هیچی دیگه همیشه من از اینا بیشتر درآمد دارم. اصلا اینجوری نیست. چه بسا اینکه ما کوچ ما که مثلا ندا هست از کوچ خودش چندین برابر درآمدش بیشتر هست، پوزیشنی که داره بهتر هست، به خاطر که تلاشش بیشتر بوده. خب پس به خود شما بستگی داره. چیز دیگه این که ببین تو سیستم هرمی شما اول باید حتما به صورت در واقع هرمی بری جلو دیگه. خب و تا این تعادل برقرار نشه بین سمت چپ و راستت اصلا درآمد نداری. اینجا شما از روز اولی که فروش داری
درآمدم خواهی داشت، کامیشن هم میگیری. بعدش اینکه خب یه سیستم هرمی که اصلا غیر قانونی هست تو این کشورهایی که حالا ما داریم زندگی میکنیم. والا ما 3 سال هنوز من نه پلیس اومده در خونمون خدا رو شکر، نه زندان رفتیم. هر سال هم کلی مالیات میدم من به دولت کانادا، به خاطر که درآمدایی که ما داریم درآمد اصطلاحاً حالا مخصوصا تو اروپا خیلی زیاد هست بین ایرانی‌ها که حالا این سفید سیاهه، اینا همش سفید و شما باید حسابی براش مالیات پرداخت بکنید. خب پس بنابراین یه سیستم هرمی اصلا نیست آقا جان، اینا رو بذار از ذهنت بیرون. و اینو میخوام بهتون بگم، ببین این بیزنس خیلی خیلی پتانسیل داره. یه مثال کوچیک میزنم، نمیخوام واقعا وقت دوستانی که حالا دارن ما رو میبینن بگیرن، ولی ببین واقعا یه چیزی که بین ما ایرانی ها متاسفانه خیلی چیز هست اینه که اول اصلا نمیتونیم بپذیریم که یکی موفق تر از ما باشه. اگر که یکی موفق تر از ماست میگیم حتما یه ریگی تو کفششه، حتما یه کاری کرده، یا باباش پول داره، یا نمیدونم چی. مخصوصا اگر که در واقع درآمد خوبی داشته باشه طرف. میدونی همیشه یه آدم در واقع کارآفرین چیزو همیشه میخوایم بکشیم پایین. حالا هر موفقای درسی نه ها، مثلا اگه طرف رفته فضانورد شده و اینا میگیم نه خیلی عالی است و فلان، ولی یکی که یکم پول داشته باشه میگیم نه این حتما یه ریگی تو کفشش بوده، حتما با کلاهبرداری اینطوری شده. خب در صورتی که میخوام براتون یه مثال بزنم، ببین یه زوج که همسن و سال منن، خب تو همین کلگیری 10 دقیقه خونهشون با من فاصله داره، اینجا زندگی میکنن. من با اینا خیلی در واقع ارتباط برقرار کردم از روزی که بیزنسمو شروع کردم. اینا همسرش در واقع مثلا تو بانک کار میکرده، خانمش هم تو شهرداری کلگیری کار میکرده. وقتی که این بیزنس رو شروع میکنن بیشتر از $80,000 در واقع بدهی داشتن به بانک، خونه هم نداشتن، میدونی 3-4 جا هم کار میکردن. این بیزنس رو شروع میکنن. اتفاقا من یه مصاحبه داشتم باشون توی مارچ، حالا میتونین برین نگاه بکنین، دیو و روکسن اوبیزو، و اینا توی مارچ اعلام کردن که اینا به در واقع درآمد بازنشستگی رسیدن و اینا بیزنس رو از سال 2018 شروع کردن تا سال یعنی در واقع 2023 به درآمد بازنشستگی رسیدن. بعد از چند سال میشه 5 سال. آره درآمدی که گرفتن $5,000 ماهیانه بود. و بعد چند روز پیش اینا اعلام کردن که به یه رنگ دیگه رسیدن که الان درآمد بازنشستگی که میگیرن تا آخر عمرشون $15,000 در ماه هست. خب و این درآمدی هست که بعداً میتونن به حالا فرزندشون بدن، به هر کسی که حالا توی بالاخره به بچه‌شون میرسه. میخوام بهتون بگم که ببین اگر که ما ایرانی‌ها یکی از دلایلی که واقعاً همیشه درجا میزنیم متاسفانه این فرهنگمون هست که باور نداریم همدیگر رو. اگر که من دارم یه چیزی میگم، نه اگر مثلا اینا حتما یه ریگی به کفششونه یا چیز، ببین ولی واقعا یه سیستمی هست که داره کار میکنه. میدونی یه فیلیپینی اومده انقدر زندگیشو تغییر داده. خب حالا ما چون مثلا ایرانی هستیم، چون حالا نمیدونم هی با یه گلد کوست مسخره مثلا 30 قرن پیش مثلا اومده دیگه، حالا هیچ کاری دست نمیزنیم که ای وای مثلا این هرمی نباشه، نمیدونم پولمون نره فلان، ولی حاضر نیستیم میدونی به حرف هموطنمون که داره میگه آقا جان این یه سیستم قانونی هست، این یه سیستم حساب شده هست، گوش بده و بیاد و شروع بکنه. خب پتانسیل بیزنس اینجوری هست. حالا شمایی که داری نگاه میکنی اگه میخوای همونطوری فکر کنی، خب همونجوری فکر کن، میشی مثل همون زنی که میدونی یه تجربه بدی داشته و دیگه هیچ کاری نمیکنه. اگر هم که نه میخوای که واقعا یه تغییری تو زندگی ایجاد کنی، خب بیا چکش کن. میدونی چک کردن که چیزی نداره، دانش خودتو بالا ببر. وقتی که شما دانش خودتو بالا ببری دیگه اینقدر در واقع بر اساس حدس و گمان فکر نمی‌کنی و حرف نمیزنی. من تنها چیزم اینه که میگم واقعا آدم باید تو هر چیزی دانششو بالا ببره، نه کورکورانه تصمیم بگیره، نه کورکورانه کاری به انجام بده، نه اینکه نظر بده کورکورانه. میدونین این نظر دادنه برای من خیلی واقعا زور داره که یه طرف هیچی نمیدونه همینطوری فقط نظر میده. خب شما اول تحقیق خودتو بکن بعد شروع کن نظر دادن. اوکی. البته من اضافه کنم که همه این اطلاعات کمی که مردم دارن و قضاوت میکنن و با ورود به دوره آزمایشی میتونن کمبوداشون و کمبود اطلاعاتشون جبران کنن. خیلی از این سوالات بعد از دوره آزمایشی به نظر دیگه بچگانه میاد.
دقیقاً. آره. دقیقاً توضیح داده میشه درآمد از کجاست، چجوری امتیاز یا چجوری مثلا پورسانت افراد میگیرن، درآمدشون چقدره، و اینکه الان نجم خانم میگه درآمدش خوبه، برای چی خوبه، از کجا معلوم که خوبه، اونجا مشخص میشه. فقط باید مردم قدرت ریسک داشته باشن، $149 بپردازن که اطلاعات این دوره براشون بیاد و بعد اگه خوششون نیامد این تیکه رو باید ما رو باور کنن یا شما رو باور کنن. اگه خوششون نیامد میتونن اون $149 رو بدون هیچ کمبودی پس بگیرن. اینا قول ما رو قبول کنن چون سیستم استانداردشینه و با صدها هزاران نفر این کار کرده. بنابراین من توصیه میکنم به همه که از پرداخت $149 نگران نباشن، چون یه دقیقاً. ببین آره، حالا من یه چیز اضافه کنم حسین جان. خیلی فکر میکنم ما درآمدمون از این $149 است. خب ببین اصلا این $149 در برابر درآمدایی که ما داریم اصلا یعنی یه پنی حساب هیچی نیست. هیچی نیست. خب و $149 که داریم میدین برای خودتون دارین میدین. خب یعنی بعدن اگر که شما بیاین این بیزنس رو شروع بکنین، این $149 میشه هزینه ساخت وبسایتتون، هزینه در اختیار قرار گرفتن اون در واقع سوشال میدیا مارکتینگ که یه پکیج کامل هست، هزینه اون تکنیکال ساپورتی که 24 ساعته شما قراره بگیری. پس پول دور نمیریزه اصلا، یعنی خندش میگیره آدم. اون $149 میدونی انقدر در واقع چی میگن ارزش داره که در برابر شما پولی که میدین هیچی نیست. خب این $149 رو من توضیح بدم. برای این میگیرن برای اینکه میلیون ها نفر نیان بخوان این اطلاعاتو بگیرن، چون واقعا سیستم اصلا کشش نداره بخواد به این همه آدمی که ممکنه درصد خیلی کوچیکشون علاقمند باشن و بقیه در واقع و بعدش آره و چیز دیگه و نکته دیگه هم اینه که خب ما لازم داریم که طرف بدونیم آیدنتیتیش چی هست دیگه. میدونیم شما که نمیتونیم مثلا ما الان وقتی کسی وارد مرحله آزمایشی بشه ما شما رو میاریم به اون گروه فیسبوکمون اضافه میکنیم و اونجا اطلاعات میدونی افراد هست، درآمداشون هست، اونا یه همش چیزایی هست که خیلی پرسونال هست. به خاطر همین هست که ما اصلا با کسی که فقط جدی هست میایم شروع به کار میکنیم. حالا شما هم اگر که واقعا جدی هستین میتونین اسم و ایمیلتون رو برای حسین و ماندانا جان بفرستین، اطلاعات رو دریافت بکنین، بعد ما با همدیگه میدونیم با همدیگه میشینیم صحبت میکنیم. اگر که بیزنس مناسب شما بود شما هم ادامه میدید. اوکی. نجم جان من الان توی اینستاگرام لایو هستم. یه دوست عزیزی یه کامنتی گذاشته که میخوام در این زمینه شما یه توضیحی بدید. میگن که من کارم پرورش گل و گیاهه و هیچ وقت نشده و نمیام کاری که ازش درآمد خیلی خوبی دارم بین 100 تومن تا 300 تومن در ماه رو نمیام به کسی یاد بدم. این شبهه برای دوستان ایجاد میشه که خب اگر درآمدش خوبه چرا میخوایم به دیگران توصیه بکنیم؟ در این زمینه یه توضیح بدیم ممنون میشم. اینم برمیگرده متاسفانه به فرهنگ ما. ببین شما وقتی که یه ذهن ثروتمند داری خب چجوری ثروتمندتر میشن؟ با یاد دادن چیزی که بلدن، خب با در اختیار دادن میدونی اون در واقع اطلاعاتی که شما داری، شما هم خودت ثروتمندتر میشی هم دور بریاتو ثروتمندتر میکنی. این ببین شما اصلا برای چی میدونی مثلا دنیا که میدونی واقعا برای همه هست، برکت برای همه فراوون هست. خب و ببینید در واقع بیزینس و تجارت‌های مدل‌های سنتی آفلاینی که توی ایران وجود داره، به هر حال ما هم یه عمر انجامش دادیم، کاملا شخصیه. یعنی هر کسی فقط و فقط به فکر منافع شخصی هست. وقتی میاد بیزینسی سود برای همه داره یه مقدار سوال برانگیز میشه. من یه بار دیگه از یه نفر شنیدم که اگه کار خوبه چطور مثلا میایم به بقیه هم توصیه بکنیم. یه ذره این قسمت هنوز جا نیفتاده متاسفانه. آره ببین نگاه کن مثلا جونم حسین جان ما این ساعت بستیم فکر کنم 4 دقیقه دیگه ارتباط ما قطع میشه. من فقط تو این 3-4 دقیقه اگه اجازه بدین یکی دو تا سوال دیگه بکنم و در واقع بحث رو به اتمام برسونیم. آیا سوال میکنن که آیا باید ما به زبان انگلیسی تبلیغ کنیم، به زبان انگلیسی صحبت کنیم با دیگران؟ آیا همچین چیزی لازمه؟ نه ببین شما همون زبونی که بلدین و الان ما داریم فارسی حرف میزنیم دیگه. الان همین که شما میبینید یه تبلیغ هست. خب
اینه که نه با همون زبانی که شما بلدین، ولی خب آموزش هامون به زبان انگلیسی هست که خب ولی اطلاعات خیلی خیلی به فارسی ما زیاد داریم که در اختیار شما قرار میدیم که اصلا کمبود احساس نکنید. اوکی. و متاسفانه یه مشکل دیگه ای هست، حالا توضیحش شما بدید کوتاه، که از فارسی زبانای ما تو خارج از کشور میتونن انجام بدن، چرا داخل کشور نمیتونن انجام بدن اینو؟ به خاطر تحریما دیگه، متاسفانه به خاطر تحریما ما نمیتونیم از ایران و افغانستان این بیزنس رو الان انجام بدیم. حالا امیدوارم که میدونین تحریمای مالی برداشته بشه و همه بتونن این موقعیت رو انجام بدن. نجمه جان، یه موردی هم یه سری از دوستان از من سوال میکنن، میگن که آیا ما باید مدام جلوی دوربین باشیم، ویدیو تهیه کنیم، یا مثلا رومون نمیشه، یا اصلا وقتشو نداریم، یا علاقه نداریم؟ تو این زمینم نظرتون؟ حتما. ببین نگاه کن، نه اصلا اینطوری نیست. یعنی شما مدل‌های خیلی متفاوتی شما میتونید تبلیغ بکنید. خب شما میتونید مثلا فقط با یه عکس تبلیغ بکنید، با یه نوشته تبلیغ بکنید، با صدا تبلیغ بکنید، با ویدیو گروهی تبلیغ کنید. مدل‌های مختلفی هست برای تبلیغ کردن و توضیح دادن و صحبت کردن. شما اصلا میتونید از AI استفاده کنید، از این سری چیزایی هست که مثلا از انیمیشن، حتی مثلا شما لازم نیست خودت بیای، ولی روش‌های متفاوتی وجود داره. ولی من همیشه یه چیزی میگم ببین شما، اینم دقیقاً از اون کتاب میگم و از خودم اصلا نمیگم، از یه کتاب من میخونم، اسرار ذهن ثروتمند، میگه کسی که ذهن ثروتمندی داره برای خودش تبلیغ میکنه. میپرسن ما چی رو تبلیغ میکنیم؟ ببین شما بیزنس مدل رو تبلیغ میکنید دیگه. خب ما اصلا محصول رو تبلیغ نمیکنیم، ما فقط در واقع یک بیزنس مدل رو تبلیغ میکنیم. بیزنس مدلی که کارش مارکتینگ هست، آموزش مارکتینگ هست، یه بیزنسی هست که آنلاین هست، در واقع فلکسیبل هست و چیزای اینطوری رو تبلیغ میکنیم که اینا همش تو ترینینگ به شما داده میشه. اوکی. نجمه خانم، من در آخر بحث در واقع میخوام از کسانی که ما رو میبینن یا به هر حال بعداً میبینن خواهش میکنم اگر اطلاعات کافی و وافی میخوان وارد دوره آزمایشی بشن، اول که تو وبسایت ما یا حالا شما ثبت نام کنن، بیان ایمیلای خوبی دریافت میکنن، وبینار داخلش هست، و بعد بیان دوره آزمایشی. در دوره آزمایشی هر اطلاعاتی که بخوان هست و اگر هم سوالی داشته باشن میتونن از کوچ در واقع بپرسن و در خدمتشون خواهیم بود و بیزینس خودشون رو شروع کنن. من به عنوان کسی که تجربه بیزینس آفلاین و سنتی رو دارم توصیه میکنم که این بیزینس رو حتما چک بکنید. بسیار مزایا داره نسبت به انواع اقسام بیزینس ها، کارهای تولیدی، کارهای خدماتی، و تا واردش نشین متوجه نمیشید. اگر شما بحث پایانی دارید مطرح کنید تا در واقع نه بحثی نه هیچی. فکر میکنم آره خیلی سوالای خیلی خوبی رو پرسیدین و ایشالله که مفید بوده باشه برای کسایی که حالا شک دارن و تردید دارن، و بازم اگر سوالی چیزی بود خوشحال میشیم که پاسخگو باشیم. من اینجا از شما یه قولی بگیرم که لااقل هر 1 ماه یا هر 2 ماه یک بار بتونیم با شما یه لایو داشته باشیم و موضوعات جدیدتری رو مطرح کنیم. ایشالله. عالی. من که از خدام شما رو ببینم. لطف دارین شما. مرسی نجمه جان، ممنون از مرسی از همه که حوصله داشت خرج دادن و ما رو دیدن. امید دیدار شما. خدا نگهدار. خداحافظ.